یعنی دقت کنید پیام هم خیلی سر میکنه میگه که حالا دولت ما در مرحله نوی رشد خود قرار دارد. امی چی معنی دارد؟ اگر امی گپ فهمیم کلید پیام امسال امین خیلی ما میگیم که امی تاجیکستان 33 سال استقلال رشد کرده است. چی مرحله ها رو از سر گذراند؟ 30 سال اول این دوره احیا و برقراری دولت، یعنی ما یک دولت رو گرفتیم که جنگ شهروندی شروع شد در آستانه فروپاشی و قدر نزاع و اختلاف، ملت پریشان و پراکنده، اقتصاد فلج. باید دولت اول احیا میشد، برقرار میشد تا که بعد درباره رشد گپ زنیم. بنابراین 3 ساله اول ما میگیم که مرحله احیا و برقراری دولت، ما دولت رو صاحبی کردیم، مرحله احیا و برقراری دولت رو تمام کردیم و اکنون گذشتیم به مرحله رشد دولت. اگه فرقش چی است؟ بینید فرقش همین است که در مرحله پیشینه، در مرحله احیا و برقراری دولت داری، وظیفه های اساسی نجات دولت، ساختن ایدئولوژی، ساختن ساختارها و ارکان دولت، تامین وحدت ملی، تامین امنیت، تامین مسائل جنگ و صلح و مذاکرات صلح و اینو بود. یعنی وقت در روزنامه سیاست دولتی همون مسئله هم استودن. انا رو میگه مرحله دولت سازی. وقت دولت در مرکز استوده سمخه ما باید دولت نجات دهیم. انا در مرحله رشد خود روزنامه مسئله دیگر میشد. دیگر دولت ساختیم، امنیت هست، ثبات هست، وحدت هست، زیر ساختارهای اساسی هست، سرحد استوار، حکومت استوار. اکنون نوبت چی میرسد؟ رشد. بنابراین میگن که این پیام مرحله چی است؟ رشد است. بنابراین در پیام مرحله رشد مسئله های خاصی مرحله رشد مطرح میشد. دیگری جنجالوی سال 90، جنجالوی سال 92، 94، 96، 2000 نیست. اینجا بلکه مسئله اومده است که مثلا عملی گردانی هدف و استراتژی، رشد با صورت اقتصادی، رقمی کنونی اقتصاد، اینوواسیون، عامل انسانی، برنامه‌های گوناگون، انرژی سبز، حتی هوش مصنوعی و غیره برنامه‌ای که خاصی دوره رشدن. بنابراین یک گپی که در امی رسانه ها گوی میشنویم گفته است که در امی پیام یگان گپی مهم نیست. چرا خیلی میگوید؟ چونکه پیامی دوره رشد هستین. این پیامی دوره سالای 90 2000 نیست که در اونجا بیم که من این سلفی را من میکنیم، ایش اجازت میتیم، این شیخ میکنیم، این حزب میاریم، او را میبریم، این را میگیم. این خیلی گپو دیگر نیست، چونکه این دوره گذشت. خوش دوره اینوواسیون، اقتصادی رقمی، هوش مصنوعی. تشکر. اگر مثال در همین پیام میگفتن که مثلا سله اجازت داده شد، مثال او پیامی مهم، این پیامی تاریخی میگفته ایران. لیکن وقتی اومد از گفته است که من در 5 سال آینده 1000 مکتب میسازم، یگان گپی مهم نیست. یا از این مهمتر چیست که 1000 مکتب سازده 3 سال آینده. اگر همین رقم یک بار کشویم بینید، اگر بگیم در 3 سال 1000 مکتب میسازم، همین 3 سال چند روز است؟ اینا 366 سکل ضرب کنیم میشه 1096 روز، 98 روز. بنابراین یعنی که در هر روز یک مکتب راست میآید. این انقلاب سازندگی است. چخیل میگی در پیام یگان گپی مهم نیست؟ مرحله سازندگی است. اینجا درباره اقتصادی سبز، اقتصادی رقمی کنونی، اینوواسیون، 5 ساله و 10 ساله سازندگی گپ رفته استاد است. انا همین ذهنی ما باید برابر زمان
پیش رفته موهیت زمانی نو درک کنن. اون وقت میبینی که در پیام چقدر گپی مهمه. مثلا وقتی میگه در همین 3 سال آینده 800 باغچه کودک ساخته شود، این قریب در هر روز یک تراس میاد. به حد نقشه های بزرگی کلان در پیش است و امیدواریم که همه این با موافقت اجرا شد.